الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودند که در این زمان حاضر برادرانی هستند که خواهران خود یا خویش و تبار خود دخترانی که نوجوان هستند و به شوهر برآمدنی اند، این دختران را فقط به انسان‌های پولدار و مالدار، به انسان‌های بای به شوهری می‌دهند، اما به برادران موحدی که کمی کمبغل هستند یا که خلاصه شرایط ندارند به اونها بزنی نمی‌دهند. در همین مسئله یک صحبت می‌کردید. البته این یک مصیبت است و این از سبب نبودن علم است. وقتی که علم شد بعد میفهمید که موحد کی است و موحد چگونه انسان است، و بعد میفهمید که خوشبختی این دنیا و آخرت هر یک زن در زیر مردی موحد است. وقتی که مرد موحد شد زن خود را نمیگذارد که به حرام رود. وقتی که مرد موحد شد نمیگذارد که خانواده شرمنده باشد. وقتی که مرد موحد شد فرزندان خود را به کوچه پرتاب و به کوچه نمیگذاردشون. مرد کوشش میکند که اونها را به یک تربیت ایمانی اسلامی آداب و اخلاق تربیتشون میکند. اما افسوس که امروز برادران ما دخترداران فرزندداران دختران خود را همیشه کوشش میکنند به خواستگاران پولدار و مالدار و مبلغدار بزنی بدهند. من البته خودم چقدر مشاهد هستم، چقدر شاهد هستم که بهترین دخترها را به بدترین جوانانی که پول دارند میدهند و بعد از 1 سال یا 2 سال میبینید که این جوان که توحید نداشت، این جوان که بیدین بود، ضعیف الایمان بود، این دختری یک زیبای موحده پاک دامن را طلاق داده است. در جای دیگر میبینید که یک انسان دختر خودش را به یک فاسق، یک مرد جوان فاسق به زنی داده است. این مرد به بالای این دختر زنا میکند و البته این دختر همیشه گریان و نالان است. و البته این به نهایت جای تأسف است که برادران ما به خاطر دنیا همین عمل را انجام میدهند. و بسیار چقدر برادران موحد را من میبینم و همه شما هم شاید ببینید چقدر برادرای بهترین، خاکسار، متواضع، برادرانی که از قرآن و سنت با خبرند، عمومی مسئله اساسیش موحدند، الله را شناختند، رسول الله را شناختند، پاکی این دنیا را شناختند و البته زندگیشون البته حرام نیست، فقیر بد هم نیستند، زندگی میکنند، لیکن زندگیشون نه اونقدر بای و به دولت و میلیون ها، بلکه یک آدم عادی زندگی میکنند. به اینها برادران حتی دختر خود را هم نمیدهند. چقدر برادران از همین جهت از دخترهای موحده دور است، از زن موحدگیری دور است و چقدر برادر را بیزن است. و البته این بینها جای تأسف است و بینها جای شرم است. به همه برادرانی که فرزندان دارند، دخترها دارند، فرزندان دختر دارند، نصیحت میکنم که برادران عزیز، خوشبختی دختر شما در نزد همان مرد است که این مرد موحد باشد. چرا که موحد قدر زندگی را میداند، موحد شرمداری را میداند، موحد غیرت را میداند، موحد خودش و اهل عائله‌اش را میخواد که از جنت باشد و اینمی موحد است و غیر موحد این عقیده را ندارد. موحد کسی است که به بالای زنش زنا نمی کند. موحد کسی است که زن خود را برای پول مال دنیا به قمار به ریبا نمیگذارد. چرا ما دیدیم چقدر انسان‌هایی را که زن خود را به قمار بای داده است از سبب فسق و فاسقی و شرمندگی و دیوسی. موحد کسی است که اهل خانواده خود را دوست دارد و احترام میکند و به آنها تعلیم میدهد. پس چرا به موحد نمیدهید؟
پس بارک الله فیکم تأمل بکنید و بیاندیشید و بدونید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن تنکه المرأة لأربع لمالها ولجمالها و لنسبها فرفت بذات الدین تربت یدک لدینها فرفت بذات الدین تربت یدک. ببینید زن رو به خاطر 4 چیز گرفته می شود و بهترینش به خاطر دین است. البته اگر زن رو به خاطر دینش گرفتن زن کردن بهتر باشد، مرد هم همین است. برای زن همون مرد بهترین است که دینش بهترین باشد. مرد اگر دینش بهترین باشد، دینش قوی باشد، موحد باشد، این مرد در حقیقت روزی از روزها بای می شود. هیچ روز فقیر و گدا نخواهد شد. هیچ روز در کوچراها پول از مردم پول نمیپرسد، گداگی نخواهد کرد. برای اینکه شرم و حیا و آبروی خود و اهل خانواده خود را نگه می دارد. پس بارک الله فیکم کوشش بکنید که فرزندان خود را اگر دختر باشند به موحد بدهید و اگر پسر باشند موحده به اونها عروس بیابید. و اگر مسئله دیگر اینجاست که اگر یگان برادری موحد شرایط زن گرفتن نداشته باشد، برادران موحد دیگر باید کمک بکنند که این برادر یک زن بگیرد. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که نظر به خانه‌دار شوی حضرت علی و فاطمه رضی الله عنها میکنیم، میبینیم که فاطمه و علی را صحابگان رضی الله عنهم توی کرده اند و ولیمه اونها را به جا آوردند. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه 400 درهم میدهند تا که علی رضی الله عنه مهر حضرت فاطمه را بدهند. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه و دیگر صحابگان کمک میکنند تا که حضرت علی به فاطمه خانه دار شوند. امروز ما هم باید یک دیگریمون رو دست بگیریم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن المؤمن للمؤمن کالبنیان و یشد بعضه بعضا. مؤمن برای مؤمن به مانند یک بنا هست که بعضیش رو این بنا میدارد. پس کجایت برادران پولدار، کجایت برادران مبلغدار که شما رو در هیچ جای دیده نمی شود. امروز در انمین روزهای بینوحد مصیبت خیلی هم مردمان زیاد شکایت از برادران پولدار میکنند. والله اعلم ما همه برادران پولدار رو نمیگوییم. بعضی برادران پولدار و مالدار هستند که اگر همون پولدار و مالدار زکاتش رو حقیقتا بدهد، صدها انسان نه هزارها انسان زندگیش خوب می شود. بعضی برادران مالدار پولدار هستند که می توانند که در هر سال 10 برادری بیزن را بزن بکنند. 10 برادری موحدی که بیزن گشته از کمک بکنند، زن گیرند بدهند به اونها. و البته این هم یک اجر است و این هم بینوایت ثواب بزرگ است. پس برادران پولدار و مبلغدار، الله به شما بار دیگر برکت یاد برکه شما زیاد باشد. کوشش بکنید که در حالتی که پول دارید این پول خود را راه جنت سازید، به همین پولتون به جنت وارد بشوید و تا میتوانید مسئله ها رو ببینید که در کدام مسئله شما میتوانید که به برادران و خواهران خود کمک رسانیده میتوانید. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.